سالهاست که افسانه‌ای در میان مردمان این سرزمین دست به دست می شود. جمشید پادشاه بزرگ سقوط کرد، اما او هرگز نمرد. برخی میگویند او در زیر زمین در شهری پنهان در انتظار رهایی است، اما هر کس که وارد این شهر شود دیگر باز نمیگردد. اما آیا این فقط یک افسانه است یا رازی که قرنها پنهان مانده؟ در این مستند سفری به اعماق اسطوره‌ها و تاریخ خواهیم داشت و حقیقتی ترسناک را کشف خواهیم کرد. جمشید یکی از بزرگترین پادشاهان ایران باستان، کسی که گفته می شود دارای فر ایزدی بود، اما غرور و خودبینی او باعث شد که فر الهی از او گرفته شود. پس از آن ضحاک او را شکست داد. اما یک روایت دیگر نیز وجود دارد. برخی میگویند جمشید به قتل نرسید، بلکه به اعماق زمین تبعید شد. اما این شهر کجاست؟ آیا نشانه‌هایی از آن وجود دارد؟ در برخی متون کهن اشاره شده که پس از سقوط جمشید گروهی از وفاداران او به همراه او به مکانی ناشناخته رفتند. آیا این شهر همان شهر جمشید است؟ اینجا حس عجیبی دارد، انگار یه چیزی ما را تماشا می‌کند. اما آنها تنها کسانی نیستند که چنین تجربه‌ای داشته‌اند. برخی افسانه‌ها میگویند که جمشید و پیروانش به نفرینی ابدی دچار شده‌اند. کسانی که وارد این شهر میشوند به یکی از ساکنان آنجا تبدیل خواهند شد. آیا این فقط یک افسانه است یا حقیقتی که قرنها مخفی مانده؟